سلام دوباره. خوبی؟ سلامتی؟ سلامت بشی، زنده بشی. خانواده خوبم؟ بیشترم به 4 تا خوبم. شکر الحمدلله. خب عرضم رضا چند روز زن تو میجگم ده تو نمیدی یک خبری نگیتی که می زن تو با کجا هسته، با کجا نیه، چه کار میکنه، چه کار. خب وقتی بیا دست زن خب بگی برو به سر خونه زندگی خواهمه تو تا طفلتم سر گردن. خب این بیعقلی میکنه، این نمیفهمه نافهمه. تو که ماشاءالله هوشیاری. خب دیگه میمیدی دست زن خب میگیفتی میدی حالا این بیعقلی که تو بیعقلی نکن. همین گپایی که تو میزنی همه تو راست بگی. من قبول دارم خواهم ملامته. خب نیمه به مادر خواهم که بگم هم اور ملامت بکنم. ها میفهمم. خب خیلی باشه وقتی بیاد دست زن خب بگی خدا به تخونه من بگو تو باجه خورن که میشناسی چی رقم اخلاقی داره. ها دیگه خوب باشه. باشه خداحافظ. کی بود؟ هیچکی دومد. چی میگم؟ هیچی. من زنگ زدم برای گفتم بیا میزن تو از که اومده به میگه تو نمیدی یک خبری نگرفتی نپرسیدی که میزن تو کجا هست تا کجا نیه. هیچی. میگم مقصر اونه و تقصیر از اونه. من چه کار کنم والا. همون گریه و زری دل من برای بسخود. تو راست میگم. از حق تیر نشی خوار تو مشکل داره. من میگم راست میگم. خب چیکار کنم؟ خب باشون خوار کن نصیحت کو. اینه این رقم میشه. این خونه دوماد بخی 1 روز 2 روز 10 روز تا عاقبت میشه که به خونه باشه. خب 10 دفعه بگو تو حالا به آستاتر دیگه. آستاتر نداره دیگه. بعد خود یک ذره بفهمه بعد به زندگی خوب بسازه. خب حالا آستاتر قیق نقش. خب چی برای بگم؟ من که تو حالا 2 دفعه برای بگفتم که همین 2 تا بچه خود توی لده دی بخی سی بی میدی به زنجگاه که چه کارشه. همه چی بگم سر خود هم اندازم بگه من نمیکنم زندگی خودی از این. آخ زندگی نمیکنم نمیشه. باید حداقل همون نفر بشینه. اگر اون ملامت مشکل داره خودم میشینه خود گپ میزنه. این رقم نشه فرت بجرت بشه تو خونه خوب چا خودی لکو بیا یک بس خلاص. میگم مالیا مساسدا نکن تو قرآن ندی مقبول گرزه که بعد سر صدا کنم و مقبولی بزنم بگم او تا آخر عاقبت اینجا گذاری نمیشه بدم خونه دوماد. هر چی باشه بگم به چی مردم جمع بشه به چی مردم هم بزو. تو یک صدای بکنه که خود کردم که حداقل هم مشکل بفهم. از اون روزا خودت چی من گفتم خیره میمونه. حداقل بفهم که چی مشکله. دوماد گناه از باجی منه گناه از اینه. صدا کن خیر. خدا به بلا افتاده ما. اگر رنج خوشلوچه را ما بکشم رنج زندگی خود و خیلی از رنج دارم کمه که باز از این دارم. بله بیا. سلام. واله. اشتن خوشلوچه. شکر. خوبی سلامتی. گنده نباشه. سیکو جان کوکو. اینجا اگر سال بستن بشی مجه به چیشم گرینی نداره. برای ما هیچ مشکلی نیه. برای ما فرق نمیکنه. ولی من همین درمان بفهمم که این مشکل تو چیه خیلی شده. این چی گپه؟ اگر گپه گفته از این بیشتر به کلونی نکشه بشینیم خودی هم دیگر صحبت کنیم مشکل شما حل شه. آره که خواه خوب کنم یک عمر زندگیه. این پیرانه نیه که امرو به برخو خوشنجیش بشی برای کنی پتردی. خونه تونه زندگی تونه 2 تا طفل خود تو 10 روز پتردی دی بخیستی بیمنی اینجا. خود دل تو حداقل به اون نمیسوزه من طفلاتو میسوزه. تو 100 سال که اینجا باشی برو تخم مرغا چشم مجا داری خوار خوب گردم. همین خونه به فدای سر تو. اما تو هم زندگی داری. خب چی بگم دیگه؟ من خود من مادرم. دل تکه تکیه، دل معمیت هست از غم به چامه که چی بگی. خب همین مرد نمیشه. همین برارای چی کار میکنن که غضب پول دارن؟ زنکا برارای و میای همینجی بریم اطلاعات خورنشون میدم که ما هر شب هفته که 7 شب ما 5 شب 6 شب میریم به رستوران که میریم بچون به شهر بزی بچون به کجا. خب من دل ندارم خوار. سگو خوار خوب گردم زندگی این رقم نیه. یعنی میگی من دل ندارم. من رستوران نمایم. تا با حال من به این مرد نگفتم. به کسی از این نگاه میکنم. نه به همسایه از این. خب بالاخره من دل دارم. من میتونم هفته 6 شب به رستوران رو بیبری و برم. نمیرم. یک ذره خوار خوب گردم کتا بیار زندگی به این رقم نمیشه به زندگی. سکو کوکو جان اونو دارم که میرم. تو همیشوی تو خونه خوب دیدم خدایی آدم خوبی آدم آرومی آدم کارگری صبح میره به سر کار دیگر میره به 300 افغانی یا 2.5 افغانی که کار میکنه او از کجا میشه که تو به رستوران ببره
دیگه نمیشه آدم زندگی به چشم هم چشمی تیر کنی. درسته برا رای داره ولی اون نداره. خدا بزرگ هم بلکه بده این هم نمیمونه. تو واسه که شوتون نداره تو به شهر بزی و رستوران نمیبره تو مگر بغش یا خونه خودش بیای یا هم به جینا ما طلاق خود برای من میام نشون میدم من ندارم مگر زندگی خراب کنم. نه خب این گپ هم نیه اصلا کلا یک آدمیه خب بم یک کاری که میره خور بم یک کلوم میندازه. خب چیکار کنه؟ مردم خور به 1000 در میزنن. آخ چیکار کنه؟ او مثل که اصلا 12 فارغ شده یا فاکولته فارغ شده که بره یک کار کلون بخواد یک پروژه بگیره یا بره به دفتر کار کنه. همه فاکولته داره قمالی بیکاره همیشه. خب مرتکی کارگری از بیل ساز پول پیدا میکنه بیترین روزی علا رو به تو میاره. به قرآن مال اکثریت کسبا بجز به داخل حرامه دیگه کاری نیه. تو میگی پول حلال میته چی میشه؟ به قرآن اگر پول حلال مرتکه بتون اغزا جمع کنه. این که به 100 تا 10 تا میراث مونده بری از اون زندگی داره اون یعنی چیزه. لقمه نون حلالی به تو میاره خدا خو شکر کو زندگی تو خوب و خوش کسی به زندگی تو نیه تو نیه نه خوشی به تو کار داره نه خورشی کار داره نه برادی کار داره نه هیچ به زندگی خود تو اینه من رفتم زن گوشی تو نباشه برو بخیر بدیم سلامت. منتها از ما یک نصیحت کردن به جان کوکو همینجا یک ما دو ماه که بشی برای ما هیچ گپ بگی. خب راست میگه خواه بگم همیشه من گپ میزنه همالی بیزینجیگاه گناه داره که تو بخونی ما بشی همین همسایه تو دو دفعه تبالش یمینه گپ تیار میکنم بری آدم. آخه خور جان من که اینجی به دل خوش خو نیامدم که شما خیال کنیم من به دل خوش خو آمدم. گفتم بیام چند روزی به 4 پرتودم به پیشی و بلکه به خوب و خوره یک تکونی بده خور. خواه بگردم دیگه زندگی به زیر رقم هم نمیشه. تو به کی تو میامی رقم بشینی؟ یعنی چی؟ حال مدفیات هم نیم تو اگه مدفیات میدن دلون جمتر خیره خواه خیره 2 روز بیامدم بخونی شما به سرم گپ میزنیم آق میرزا هم به سرم گپ میزنم غمی نداره ور میخزم میرم از خونه شما میرم. برو به کجا میری؟ میرم به کجا میری که از خونه شما میرم؟ حالا اگه مدفیام اینجا میبینم یک چیزی از خونه شما میرم به کجا قبرستون میری؟ میرم برو. سلام مونده نباشی. سلام خوبی؟ یا خوشحالی؟ سلامت باشی زنده باشی. خیلی خوش آمدی. خدا طاقت من هم زن. خب گفتم باشه برو همین باجه خود بیارم که این مشکل حل شه. چی خوب کاری کردی. انال زن و شو شیشتی هم مقابل هم دیگر گپای اینا رو گوش کش. اگر گناه خوارتونه همین جگا باید ملامتگی خوب کردن داشته باشه. اگه گناه باجی منه یا ملامتگی خوب کردن داره. خب بگو همین معامله شما چی رقمه؟ خوشلوشی خوبه کردم همینه که باجه بیان برات من نه که باور کن نمیامدم. تو برو بمر من دنشه و همین جی بیامدم تو هم یک زنگی بزدی که همین زن ما مردی یا زندیه نگفتی که من دل من پر میشه برات به چامه باز حالی میگی من نماستم بیایم خب نمیامدی. تو اگه مسیر چه خود چری داشه بیامدی چی با تو کم گذاشتم؟ خب راست میگه تو اگر به چا خور مستی باید به تر خشکی میسختیدی. من از شما هیچی نمام من فقط محبت ما همین روز زن نمیشه روز مادر نمیشه جشن نمیشه تولد میشه شما هم یک دفعه بکردیم من نمیگم به من کادو گیرونه بستانیم هم یک شاخی گل دومات برای من نیاوردن یک شاخی گل چی ارزشی داره؟ آخه باجه من کجا بیارم؟ من کارگرم از صبح تا شب میرم کار میکنم روز 3 ساعت هفته هم که 7 روز 3 روز کار میکنم 3 روز بیکارم خب چیکار کنم؟ یک شاخی گل چند دیگه قیمتی؟ خوار خوبه گفتم من چند ساله بخونم این مردم از این آدم بپرسن من هیچی نمیگم از این آدم بپرس حالا خوار صبر کنین گپ شما یاد شما نه هیچی من رختار نگاه کنیم من نبودم رختار ودیشته این 2 ماه پیش من اینا رو اتو کردم بشوشتم به برق کرد میره به سر کار و مو رختا خاکمال میره میایه خب وقتی که تو شو میایی رختا اتو کرده 10 دست که دیشتیه به تکون همونا یک دست بردم مقبول به برخو کو بیا یک بشین نه خودی همون رختا خاکمال خراب کسی همین میشینه نون خو میخوره چای خو میخوره سر خو خب مونده زن چه کار کنم؟ هر رقم مونده بشی دیگه گوش کش انا حال اینجا بعضی وقتا تو آدم ملامت میکنه حالی میگه از گل بگذاریم بخی همونا رو تو میگیم کارگرم و مثلا نمیتونم چه کار فلانه سکو گپ اینه که آدم یک گلاس چای بخونه خوشه و نون چای بخوره با خوشی با محبت گفته زن تو بخوره همین که راست میگه تو از مونده علاقه سر کار میای رختا تو بوی عرق و یک عالم بوی سمیت و چی بس خلاص تو مونده همه زن نمیتونی از این تک کمد بری رختا خود داری برخو کنی خب راست میگه خب بگو خودی بیا به برد کنه
کنه نمیتونی چلاقی چرا خودی چیکار شده؟ خودی چی مفاش کردی؟ موندیه سیکو جان من تو اینجا نخواستم که من برای تو خدا خیر. نامده گپ نه بعد خیر بینیم برای چه برار کلون اگه نه که نمیگم باجه چیکار من تو مثل برار کلون مانه آه. همین جزن تم ششتیه به این گپا میر ملامت نمیکنم طور ملامت نمیکنم هر زنی باشه مای خوش داره سرکلی شوی پاک باشه بیرون میشه به داخل جامعه و ایور کسی نگه کلا شو فلانی یا به بین قومی شو فلانی یعنی میتونه از خلاص جلجقندی و گنده جلیه ما که دم نمازدگر میرفته که خدا واسه کنیم مقبول گلا چای پیش تو بگذاره کلمه گپی اصلا میپرسه به مقبولی جواب بدی جان و نفس بگی زندگی اونیه که من ولا فلانی داره من ندارم به زندگی محبت داشته باشه و دو تا به همدیگر بیترین زندگی تیر میشه یار باجه خوب بگردم اگه زن به این مسئله که شما میگین من ملامتم دیگه عزیمت نمیکنم چشم سکو جان من همین گپایی که همین زن تو زد و همین جواب همینه دیگه همین چیز است تو مایه دیگه چیزی نمونه مرد رضا خواه خو ملامت میکنه دو باجو انهان طور ملامت میکنه که تقصیر تونه خب راست بگه نما شما را میید دستپنچه خو مقبول پکیزه بشور رختا خالش کو یه با تو چای دم میکنه لقمه نونی با تو تیا میکنه میاد بقدر پیش تو یه ما خی زندگی به کار داره یه مایه از شوخ و بهره ببره به خدا من نماستم امروز همین گپ برای شما بگم نماستم مثلا که شما اینجی به پیش شما کم بیایه گپ بگم برای شما که فقط به خاطر همین قرار کردم به خاطر نظافت و به خاطر که به سر کله خونه میرسه فقط به خدا هدف این بود که گفتم یک وقت پیش شما خجالت نکشه این که من مثلا گپ رستوران پیش کشیدم اینا نماستم همین گپ افشا کنم نماستم کسی بفهمه دیگه به خدا دیگه راهی ندیشتم میدیدم که شما من مقصر میدونین و همون واسه گفتم حداقل شما مجز شما دیگه کسی رو ندارم به این شهر گفتم به شما بگم حداقل نصیحت کنیم که حداقل سیکو باجه جان اخلاق خود عوض کنه سیکو بازم من نمیگم واسه خوشلوچی منه اگر من همیت سر کلمه همیت لمش باشه بیام به خونه به این وضعیت همین خوشلوچی تو میبینی شیشتیه به خدا من از خونه بیرون میکنه خب پس دیگه چی ماه زن است تو همون ماه یک لطف خوش سر کله تو واقعیت هم راست میگه همون که زن خوش داره به سر کله خوب برسه خوش داره که شوی هم به سر کله برسه نه که ایت چیز پرشتاقه جلجقندی و خزی بیای به خونه خب معلوم دار زن تو طور نمایه یک بونی عالی بونی رستوران اینا بریم حال گپ واقعیت ها دیگه اگه یک شو بیای پیشنی بسته باشه تاری جلوش بشه اشته از صبح تا شو کار میکنم شو که میام ساعت بس برختا خونه میرسی فقط نان شفاخونی میچم نان تالاری همین گپا که شما وقایت داری این واقعیت میگه راست میگه اگه دو شو تو به خونه بیای سر کله 100 رقم گپ میزنی همین خود ما شخصا به خدا شما بیام سر کله از بحث پاک نباشه پوری آرایش نکرده باشه خود ما شخصا به میزن خو گپ میزنم